کار بازسازی پل مواصلاتی قرعه ساریکنده شهر ایبک ولایت سمنگان که به حمایت مالی مقام ولایت و در هماهنگی و همکاری ریاست فواید عامه این ولایت ماه قبل آغاز گردیده بود، اینک پس از ترمیم مجدد با حضور رئیس فواید عامه، آمر منابع بشری مقام ولایت، شمار بزرگان و باشندگان این منطقه افتتاح و مسیر برای عابرین و وسایل نقلیه باز گردید. رئیس فواید عامه این ولایت از همه باشندگان این محل خواست تا در حفظ و نگهداری این پل حیاتی تلاش بیشتر نمایند. یک پروژه ترمیماتی بود، پل سلبایش میده شده بود، یک 3 جای تقریبا. باز بودجهش از طرف مقام ولایت پرداخته شد، حکومت محلی، و ترمیمش از طرف ریاست فواید عامه ولایت سمنگان انجام شد و به شکل اساسی سلبای از ریخت شد که انشالله مشکل مردم حل شود که از این مسیر عبور میکنه. ما وظیفه خود انجام دادیم، وظیفه مردم است که بعد از به حفظش کار کنه و پل نگهداری شود تا عمر زیاد داشته باشه و از هر نوع اضرار باید نگهداری شود. کمک همکاری که از طرف مقام ولایت شده به همکار رئیس فواید عامه که امروز عملا در افتتاح پل هستیم که قبلا این پل یک مقدار تخریب شده بود و با کمک مالی ولایت و همچنین به همکاری خود ریاست فواید عامه کار به ختم رسید. امروز که عملا افتتاح میکنیم و این فایده ای داره که یکی زیبایی خود منطقه است، دوم از اینکه کلی مردمی که از را مرور میکنه فایده برای است که موترش به آرامی تیر میشه و مردم بسیار با سهولت حرکت میکنن و این یک نوع وصل بین دو ولسوالی و خود مقام ولایت میباشه و ان شاء الله تعالی مقام ولایت همیشه همکار بوده و همکار میبه در هر عرصه کمک و همکاری به ملت مردم باشه. مقام ولایت ان شاء الله دوش ملت مردم همکار میباشه، ان شاء الله همکار و در پروژه های بعدی هم که در هر کجایی که پل است، پلچک است یا سرک است یا کدام کمک های جایی که عمل منفی است، ان شاء الله ولایت کمک کرده، باز هم کمک میکنه در کنار مردم خود ان شاء الله است و فایده ملی ما مردم است که کل ملت مردم ما در حق مشترک داره. از سوی دیگر یک تن از بزرگان این محل از کار بازسازی این پل ابراز خرسندی نموده میگوید این پل بسیار به مشکلات مردم دو ولسوالی اذیت میشد. ما حتی در اندازه رسید که ما سر از چوبا را انداخته بودیم، سرش خاک انداختیم، بسیار به مشکلات مردم تیر میشد. الحمدلله با فضل خدا و با برکت رئیس صاحب و مقام ولایت همکاری صورت گرفت و امروز مردم بسیار به سهولت مردم خوشحال هستند و ما پای اکمال رسید. ما خوشحال هستیم، ان شاء الله در حفظ مراقبتش ما سعی کوشش میکنیم. گفتنی است که چند پیش کار ساخت و قیریزی پل ترانزیتی حضرت سلطان ولایت سمنگان که 13 ولایت شمالی را با مرکز وصل می سازد نیز ترمیم و به بهره برداری سپرده شد.